سوره والضحی و بعد ازی تا سوره چی را اذا زلزلت الارض، اکثر سورت ها در بیان تعظیم و بزرگداشت پیغمبر علیه الصلاه و السلام. یکی. دوم اثبات توحید الله مثل در سوره والتین، بحث قیامت مثل در سوره اذا زلزلت. یعنی در حقیقت مسائل اصولی قرآن کریم در این سورت ها الله تبارک و تعالی اعاده میکنه. خصوصا در سوره والضحی و لم نشرح بیان عظمت و بزرگی پیغمبر است. ای کاش که ما و شما در راه دعوت قدم بگذاره، به نشر اشاعت عقیده توحید قدم بگذاره که یک کمی درد و رنج براتان برسه، به خاطر که از درد و رنج پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی شویم؟ یک کمی خبر شویم که او چی رنجای دیده، چی طعنه های در مقابل شده. قرآن ایره برای ما یاد نمیکنه یکی قصه بکنه، قرآن ما را درس میده. مثل پیغمبر واره کوواری استوار در برابری همچو طعنه ها و تبلیغات باش، دعوتی تا ادامه بده و تکلیفایی را که او در این را برداشت کرده شمه و بوی از او خوب بایدتون برداشت کنی. اگر برداشت نکرده نخواد که او ایمان لذت داشته باشه، یا داره ایمان لذت نداره. قرآن در اینجا امی گپا را یاد میکنه. چند روز وحی قطع شده در مورد پیغمبر علیه السلام، هر کس تلاش داشت، جستجو داشت که کدام کاری از این خلاف الاولا واقع میشه، در نظر مردم خلاف واقع میشه. کدام کاری از این مردم ها همیشه همینطور متوجه می باشه. کسی که در دین دعوت میده، مانعین دین تلاش میکنه که نقطه خلا را پیدا کنه به نظر مردم و بعد از او تبلیغات کنه. ما تعالی را الحمدلله در شان امام ابو حنیفه یا شاگردایش یا یک عالم که برابر به کتاب الله و سنت رسول الله باشه گاهی بدگویی نکردیم. اما مردم همیشه به مردم تبلیغات میکنه مولوی صاحب مذاهب قبول نداره، مذاهب چی میگه؟ بد میگه، امامای دین تشنام داده. همینطور میگن نمیگه؟ ایره خلا پیدا میکنه تا که مردم نگذارن در این مجلس حاضر شوه. در او زمانم پیغمبر علیه السلام چند روز وحی قطع شده، آدیستی شروع شدن. نعوذ بالله میگه شیطانکش آلی پیشش نمیه. با جبریل همین تعبیر به شیطانک میکرد. آلی دایی سر وقت چی طور است؟ اگر یک عالم در یک منطقه یک نفر موحد میمان میکنه، مردم باز چی میگه؟ میگه اون شیطانکش باز آمده بود. میگن نمیگن؟ امی گپا را میگه. ایره یاد داشته باشی، گپات تاریخ است و این نقش داره او بالکل واقع میشه. پیغمبر علیه السلام خفه بود. چرا؟ حالتی است ناگوار. تعالی را مرکز نداره پیغمبر، رفیقای زیاد نداره، دین غلبه نکرده و این تبلیغات دیگه هم در رنج پیغمبر اضافه میکرد که والا چرا وحی نمیاد؟ او وحی خو یکی از جمله اونمو غذای خیلی قوت دهنده بر روح پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. همو کو بود؟ همو استواری بود که در مقابل انتقادات و تبلیغات استادگی میکرد. کی میشد؟ پیغمبر علیه السلام خفه بود، ولی خبر نه که الله تبارک و تعالی راز و فلسفه تمام زندگی انسان الله در اینجا بر ما بیان میکنه که انسان باید در دو حالت بگذرانه، حالت فقر و ناداری را هم، حالت یتم و بپدری را هم، حالت که هیچ دین نمیفهمی، شریعت نمیفهمی این را هم، و بعد از قدر و قیمت این چیزا برای آدم بگه معلوم میشه. یک رهبر اسلامی چه صفاتای داشته باشه در آخر براتون میگم. این صورتها برای ما تعلیم میده. دعوتگر دین چه قسم حالتای باید داشته باشه. خبر نداره که اگه وحی میایه برکت به پیغمبر، اگه قطع میشه برکت به پیغمبر، با آمدنش تبلیغ میکنه، با نه آمدنش در جستجو و طمعش هسته، بسیار میل و رغبت به او طرف دارد، توجهش او طرف پیدا شده که چرا نمیاد، غمی از ایره داره، ایرم الله عزت میده، الله وحی را روان میکنه. خب پیش از پیش با پیغمبر علیه السلام میگه ادعایی که مردم کفار سری تو داره که او جبرئیل امین ایره دیگر برش نمیاد، اللهش نعوذ بالله ایره دشمن قرار داده، رها کردشه. این گپ غلط است از چند وجه. اول خوی مردم باید ببینه در نظام دنیا گاهی شب است گاهی روز است. اینطور نیست که همیشه روز باشه. حالت پیغمبرم گاهی همینطور است که وحی میاد، گاهی اینطور است که وحی نمیاد. چه پروایی داره؟ آیا شب فایده نداره؟ آیا شب برای مصلحت مردم نیست؟ برای مصلحت مردم است. اول انتقاد از یاخو بالکل نادرست و بی اساس است از نگاه قرائن بیرونی و دلایل بیرونی. دوم، اگر پیغمبر الله نعوذ بالله ترک بکنه و آل دشمن قرار بده، خب گوشتن واس کنه، این بسیار نکته مهم است.
نعوذ بالله نعوذ بالله. باز خیر الله تبارک و تعالی یک دفعه برش واضح میشه که نمی شخص لیاقت پیغمبری را داره، رسالت پیش برده میتونه، در بین کل مخلوقات اهلیت یمی وظیفه را همی داره و چند روز بعد نعوذ بالله نظر الله بگرده برش معلوم شود که آدم شخصیت نداشت، این آدم اهلیت نداشت. نعوذ بالله. این طعن در علم کی میشه؟ الله تبارک و تعالی. خیر الله آگاه نبود که پیغمبر انتخاب میکرد که دارنده اهلیت تو همه مسئولیت بود؟ ها؟ چرا؟ تو خیلی اعتراض سریازی داری. این اعتراض مثل که سری مشرکین وارد میشه. در مشرکینی که این اعتراض داره که پیغمبر در ما حولش که کدام صحابه بود بجز از چند صحابه دیگه کلش مرتد و غلط بود. این انتقاد بالای الله است. بالای کیسته؟ بگوی الله است. الله نمیدانست که در گرد پیغمبر محبوب خودی تر مردم جمع کنه که واد آخر چی براین؟ منافق و مرتد براین. باز خو نعوذ بالله خیر الله علم نداشت. تو الله را سری الله انتقاد میکنی. این نکته ها را خب دقیق در ذهنتان بگیره. ببین مردم همینطور جوابای دندان شکن بده که میگه صحابه مرتد شده نعوذ بالله. و ما پیش براتان گفته بودم که یا سند چی میکنه؟ قطع میکنه. سند چی میکنه؟ یهود جبرئیل امین قبول نداشت، سند وحی قرآن قطع شود، تورات و انجیل در جای خود باقی بمانه. یا می سند قطع میکنه که دیگه قرآن و حدیث موجود باقی نمانه قابل اعتماد. چرا این رخامی صحابه نقل کرده؟ خیر کدام دین بگیریم؟ از همون خودشان سوال کنه. بگو آیا توسط 5 نفر کل دین رسیده میتونه به یک دهی زمان؟ 5 نفر شده میتونه کل دین برسانه؟ بدی بگو تو بگو برام که وا یک دفعه ایران بمانه که خیر ما در کدام روان هستیم. اگر ما را تو گمراه میگی تو اول در گمراهی افتادی. این گپا را یاد داشته باشه. در اونجا هم این اعتراضا و یعنی تبلیغات بوده. قرآن عالی با پیغمبر علیه السلام بیان میکنه. سوره و الضحی نامش به می خاطر مانده شده که سر ضحی الله قسم یاد کرده. این موقع چاشت روز است. کدام موقع است؟ شما خبر داری؟ چاشت روز پیغمبر است. چاشت روز پیغمبر انواع مشکلات و مصائب بود. درگیر بود قطعی مردم. کسی قطعی سنگ میزد، کسی نمیگذاشت در نماز، کسی رفیقایش همون غلاما را شکنجه میکرد. این چاشت روزا بود که در سر شکمای صحابه سنگای سوزان مانده میشد. از این خاطر الله تبارک و تعالی سرش قسم یاد میکنه. پشتی سر که واللیل اذا سجا الله قسم یاد میکنه. این موقع و ساعات نقشه کشی، موقع و ساعات طرح کردن پلان های کفار بود علیه کی پیغمبر صلی الله علیه و آله که صبح چی کنیم و چی برنامه را پیش ببریم که پیغمبر مانع شویم. افسوس است که امروزم بسیار مردم شبا را به این فکر تیر میکنه که فلانی را چطور منع کنیم از ترجمه قرآن. اینی طور فکرها را میکنه. او چاشت روز که میشه میاده جانش که برای از اینجا خانه تا بکش که دیگه اینجا جای نداری. موحدین در هر منطقه میتور کشیده میشه یا نمیشه؟ سرش بلوا میکنه. قرآنی درس ها را براتان میده. این سورت هم 11ام سورت است در نزول خود که بعد از سوره فجر. ارتباطی سورت قد ما قبل در ما قبل الله تبارک و تعالی بیان که تسلی برای امت داد که اینمی طور سعیا مختلف است. کسی که سعی نیک کرده الله اینی طور پاداش ها را میده. اینجا الله تسلی میده در بلند بردن شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم. عزت پیغمبر که بلند باشه عزت امت بلند است. از همین خاطر چیست در شان نزول شیبان بخاری رحمت الله علیه نوشته میکنه که پیغمبر علیه السلام وحی قطع شد، چند روز سر و صدای دشمنا بلند شد. امی بود که آیات آمد و این سورت نازل شد. و الضحى قسم به چاشتگاهی روز، واللیل اذا یغشی قسم به شب در آن وقتی که خوب بپوشه مکمل شود تمام چیزا را بپوشانه. دو ساعتا بله ساعتای عبادات الله دعوت دین است. ضحى ساعت دعوت است و سجا ساعت عبادت است. دعوتگر در شب دعا میکنه، عبادت میکنه به الله. در چاشت روز آرام نمیشینه، گپای دعوت خود انتشار میده. یا چاشت شب بنابر از او که وا کارا میکردن در ضحى مخالفین دعوتگرا را نمیگذاشتن، آزار اذیت میدادن و در شب نعوذ بالله برنامه ها را طرح ریزی میکردن. ما ودعک ربک و ما قلا، نگذاشته تو را پروردگار یعنی رها نکرده تا، فرو نگذاشته تا. و ما قلا هیچگاه از تو بیزار نشده، دشمنی با تو نکرده. چه قسم با تو دشمنی بکنه الله به خاطر که ثابت بکنه؟ چی را ثابت بکنه؟ این را ثابت بکنه که پیغمبر را چقدر نوازش داده. وللآخرة خیر لک من الاولی، جمله خیلی پرمعناست. انسان بسیار حوصله میده. در دنیا انسان بسیار دچار مصیبت ها میشه، خصوصا دعوتگرای دین بسیار سختی ها سرش میآید.
میای در مرحله میرسی که قریب که مایوس شوی نعوذ بالله. خو لیکن یک دفعه در یادت میاد که ولل آخرت خیر لک من الاولا، آخرت بهتر است برای تو از دنیا کرده. منافع دنیا را، زرق و برق دنیا را، این حالاتی که در دنیا مشاهده میکنی نظر آدم خیره نکنه. شما هم همینطور هستی. وقتی در ترجمه قرآن در مسجد که باشه مکمل تو میگی در آخرت هستیم، اما بیرون که بری که در پیشت یک لنجر بریک میکنه و یکی حرکت میکنه و دیگه مردم بادیگارد است، خرا ذهنتان خیره میشه نمیشه؟ یک کمی دلتان میلان پیدا میکنه که والا ما می رقم میبودیم. لیکن فکرتان باشه هر وقت که نمی گپا در یادتان میآمد باز چی بگوی؟ ولل آخرت خیر لک. پیغمبر علیه السلام تا این ساعت عمر پیغمبر در تکلیف مشقت تیر شده، هیچ چیز وجود نداره، حتی برای مجاهدین برای اکمال خود چیزی نداره. خو الله برش میگه ولل آخرت خیر لک من الاولا، آخرت بهتر است برای تو از این دنیا کرده. در دنیا مصیبت ها و تکلیف ها را برداشت کن برای حصول نعمت های آخرت. ما و شما همه مشکلات برای ازی برداشت میکنیم که چی بشوه؟ بگوی آخرت حاصل کنیم. ولسوف یعطیک ربک فترضی، چه انعام بزرگی بعد از اعتراض مخالفین. یک دم پیغمبر علیه السلام قلب ممنون، ما امتان بسیار ممنون هستیم. چرا؟ ما هم دی بشارت داخل هستیم. چرا داخل هستیم؟ ولسوف زود است یعطیک بده تو را پیغمبر علیه السلام در دنیا هم در آخرت هم فترضی ربک، پروردگارت همو ذاتی که تربیت تو را میکنه دمو درجه و مرحله که الله خواسته تو را میرسانه. فترضی پس تو خوش میشی بالکل، تا که خوش نشدی داده را ایسته برد. در دنیا الله داد تو رفیقای سرسپرده الله برش نصیب کرد که پرسان نکن. یا ایسته که در دنیا اون پشت سر الله خود یاد میکنه که حالت یتیمیش در کدام بود، بینوایی و فقرش در کجا بود و یکی معلوماتش احکام شرع را نداشت الله برش داده. لیکن از آخرتش بگو، از آخرتش قبلا اعلان کرد که ولل آخرت خیر لک من الاولا، تو را بینوازش نگذاشته، تو را اکرام و عزت کرده. الله چطور شده میتونه که حالی تو را اله بکنه؟ هیچ امکان نداره. خدا تردایی هم داخل است که الله دینش غلبه میده، پیروان و رهروانش الله خیر و امت جور میکنه و الله تبارک و تعالی آنقدر فتوحات نصیب مسلمان ها کنه که پرسان نکو. امروز شهرت اسلام آنقدر زیاد است که دنیا در لرزه است. وای که افرادی که واقعا اسلام شناخته باشه برش خدمت کنه وجود نداره. ما اسلام آنقدر نامبد کردیم که هیچ دیگه باقی نمانده، وگرنه اسلام دینی واقعی دینی متین بود. خب ما نماندیم. در آخرت فترضی، تا او اندازه را که تو خوش نشوی الله برات میده. او پیغمبر کی خوش میشه؟ خبرداره که یک امتیش هم در جهنم باقی نمانه. یک امتی. از او خاطر گفتم که بشارت شامل حال ما است. ما گناهکاران هم ان شاء الله پیغمبر شفاعت میکنه. خو یادتان باشه که شفاعت موقوف است به دو چیز. یکی شفاعت است که تو عقیده توحید الله تبارک و تعالی را داشته باش. تو عقیده توحید اگر نداشته بودی، شرک قطعی تو بود، به هزاران سال در جهنم بمانی، شفاعت مفاعتت نمیشه. یادتان باشه این موضوع فیصله کیست؟ قرآن کریم است. الله تبارک و تعالی همینطور فیصله کرده. حتی با پیغمبر خود میگه ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. تبا برباد هستی اگر شرک کرده بودی. دیروزم همین موضوع آمد که او برادرها دل بسوزانه، برادرها سری ملت مظلوم دل بسوزانه، از شرک نگاه کنه، مردم عقیده توحید برش نشان بده. در بدریست شفاعت پیغمبرم برش میاثر نمیشه. دوم شرط شفاعت است که عظمت پیغمبر در قلبت باشه. اما کمل در زندگیت تابعداری از نقشه کی بکنی؟ پیغمبر. از خود نقشه نکش، نقشه پیغمبر عمل کو. از خود نگوی کار خوب، از خود نگوی کار کم. نه، پیغمبر دین مکمل برات نقشه داده، پشت سر از روان باش. عظمت پیغمبر وقتی در قلب آدم پیدا میشه که سنتای پیغمبر زنده کنی. زنده را خو میفهمه که سالام مظلوم مرده کس در یادش نیست، زنده کو، از او پاسداری کو، از او دفاع کو، اون را به مردم نشان بده که این سنت پیغمبر است. اون وقت باز بالکل انتظار شفاعت کی را داشته باش؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و الله نصیب ما کنه. الم یجد که یتیما، آیا نیافتره پیغمبر علیه السلام الله میفرمه نیافتره الله یتیما یتیم
بی سرپرست. فآوى الله تبارک و تعالی تو را جای داد، جا داد برات. پدر وفات کرده بود، بنابر بعضی روایت قبل از وفات یا بعد از اینکه تولد شو وفات کرده. روایت های سیرت دو رقم است، راجح است که قبل از تولد وفات کرده. بعد از او در پرورش بابا عبدالمطلب واقع شدی. در سال 8 می بود که عبدالمطلب هم از بین رفت. بعد از او در تربیت ابو طالب کاکا واقع شدی. الله برات داد. اینوی پرورش در پیش از یا الله محبت تو را در قلب از او انداخته بود، در حالی که و همه مشرک بودن، دعوت تو را نمیپذیرفتن، اما از تو پشتیوانی و گپا میکرد. الله تو را در حالت یتم گیر کرد، پدر نداشتی، کسی سر شفقت میکرد، ولی در کجا تربیت شدی؟ کسی که بالکل دو پای استاد بود ابو طالب و عبدالمطلب، از پیغمبر دفاع میکرد. و وجدک ضالا فهدی، تو را یافت بی خبر از شریعت، تفصیلات احکام شرع بر تو واضح نبود. در غار حرا رفتی، تنها عقیده توحید الله را داشت، با بت سجده نکرده بود، شراب نخورده بود، نعوذ بالله زنا نکرده بود. همه عقیده با اونمو صفاتای عقلی که توسط عقل معلوم میشد، همو صفات را عقیده داشت. اما الله تبارک و تعالی فهدا، برش هدایت کرد. یک معنی است. دیگه معانی را خیلی زیاد ذکر کرده، کلش ذکر نمیکنیم. یا وجدک ضالا فهدا، یافت را خیلی محبت کننده با شریعت که نظام باشه، دین باشه و او را پیروی کنی، فهدا تو را هدایت کرد. این دو معنا بسیار خوب معناست، دیگه ایش نمیگم که گم شده بودی و که چیستا غافل شده بودی و این گپا را نمیگم در اینجا. و وجدک عائلا، تو را یافت در حالی که محتاج بودی، مال دارایی نداشتی، فاغنا، تو را غنی ساخت به نکاح کردن خدیجه رضی الله عنها. خدیجه رضی الله عنها کل مال خود در دسترس کی قرار داد؟ پیغمبر علیه الصلاه و السلام. و بعد از او فتوحات اسلام شروع شد، یکی پای دیگه هر جاها گرفته میشد، دنیای غنیمت ها در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد. پس ذاتی که اینطور پیغمبر نوازش داده، آیا او را رها میکنه؟ قطع از او دشمنی میکنه؟ کلا قطعا نه. سه حالت پیغمبر علیه السلام الله یاد کرده که الله نوازش داده شه. پیغمبر عالی چی امر میکنه که سه حالت سرش تیر شده؟ فاما الیتیم فلا تقهر، پس هرچی یتیم است پس تو سرش قهر نشوی. قهر دو معنا داره، غصه نشوی. یتیم است چرا؟ تا حالی را تربیت ندیده، اگر کدام کاری خلاف میکنه دستی سرش قار نشوی. چرا؟ ندیده، تربیت کدام جای نیافته. از همون خاطر بود که عمرو ابن سلمه رضی الله عنه او میفرمه، او بچندری پیغمبر علیه السلام بچه ام سلمه رضی الله عنها است، گفت دستی ما در کاسه چی میشد؟ دور میخورد دنان. پیغمبر دستی مرا گرفت، مرا گفت که سم الله، بسم الله را بگو. بگو دیگهش کل مما یلیک، بخو از او جایی که نزدیک توسته، پالوی توسته. اینا این تعلیم میگه پیغمبر. امو قسم که الله فرمان داده بود اما الیتیم فلا تقهر، امو قسم خانواده یتیمدار تربیه کرد در خانه خود و به اومد درس داد که یتیم چه قسم تربیه میشه، چه قسم تربیه میشه. انس رضی الله عنه خادمش است و میفرمایه 10 سال در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم، به الله قسم گاه سرم پیغمبر قار نکرده. در یک حدیث دیگه میگه که میگه من میرفتم پشت یک کار مرا روان میکرد، باز من میرفتم قطی بچه خورد دیگه در ساتیری مشغول میشدم، پیغمبر میامد مرا میدید هیچ چیزام برای من نمیگفت. اینا میگه تربیه، این تعلیم. امو قسم که الله دستور داده، امو قسم. فاما الیتیم فلا تقهر، بزور نگیری مالش بزور نگیری، غصم نشوی، مالشم بزور نگیری. دین روزم تیر کردیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم. در قرآن برای ما تنها مسئله حفاظت مال نیست، مکمل عزتمندی یتیم در نظر بگی. الله پیغمبر علیه السلام میگه فلا تقهر، غصه نشوی، یتیم نوازش بده، پرورش بده، او احساس نکنه که در سری ما پدر نیست، هر کس برش پدر باشه. دو و اما السائل فلا تنهر، هر چی سائل است، اگر سوال دنیا مال میکنه یا سائل دین است، میام مسائل دینی را پرسان میکنه، فلا تنهر، ورا زجر ندی، ورا تهدید نکنی، در این وقتی سوال نیست، برو بخیر. الله اکبر. پیغمبر علیه السلام قطع اشراف و بزرگای قوم تیر کردیم در سوره عبسه، نشسته است، گفتگو روان است و عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه میاد سوال میکنه نمیکنه. پیغمبر قار کرده؟ نه، پیشانیش ترش کرده که تو چرا در اینطور موقع تو هر وقت قتم هستی و او هم به این خاطر که مردم دیگه هدایت شوه. پیغمبر قهر نشده، تهدید نکرده.
سه امر الله تبارک و تعالی با پیغمبر پیش میکنه در صورت نهی که اینی کار نکو. و اما به نعمت ربک فحدث. و دوره در اونجا ووجدک ضالا فهدا، او در دوم مرحله بود، او را اینجا در سوم مرحله آورد، سائل پیش کرد. اشاره به این میکنه که دو امر دیگه خود گاهی گاهی موقت واقع میشه، لیکن امر سوم دوامدار است. و اما به نعمت ربک فحدث. نعمت رب چی بود؟ تفصیل احکام شریعت، وحی الله، کتاب الله بود. پیغمبر الله میگه و اما به نعمت ربک. از این آیت معلوم میشه که بزرگترین نعمت که به پیغمبر داده شده وحی است که قرآن کریم است. الله برش میگه فحدث، بیان کو. حالی دیگه تو نمیشینی. پیغمبر نه شب نه روز، موقعی که همینطور ادنا وقت می اثر میشد، در سری مرکب که سوار بود حرکت هم میکرد، صحابی پشتی سری خود تعلیم میداد. ابن عباس رضی الله عنه را در پشت مرکب تعلیم داد، معاذ رضی الله عنه را در پشت مرکب تعلیم داد. در جایی که شب پایین شده در اونجا پیغمبر حدیث بیان کرده. شما تعلیمات حدیث پیغمبر، کتابای حدیث بخوانید تعجب میکنید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در چه حالت حدیث بیان کرده، احکام بیان کرده. شکر گزاری نعمت است. شما اهل قرآن هستی. اهل قرآن این نعمت الله که براتان نصیب کرد، یک روز، یک ساعت یا 2 روز، هر قدر که فهمیده، تا وقت شکر الله را کشیده نمیتونه تا که به مردم بیان نکنه. هر عالم همیطور است و هر کس همیطور است. از همون خاطر مرا مردم میگه همین شاگردای بسیار تیز هستن. من میگم شاگردی من که دعوتگر نباشه هیچ دعا برش نمیکنم و هیچ شاگردی من نیسته. چطوری کتاب الله را فرا بگیره باز آرام باشه، در گوشگک به خود زندگی بکنه؟ او باید غمی مردم قطعش باشه، تسلی داشته، چیز دلسوزی داشته باشه بالای مردم. او باید همین کارا بکنه. از او خاطر تیز است. تیزیش به می خاطر است. بله یک تا شیوه دعوت یاد نداره، موارد خیلی احساساتی می باشه، از چټه میبره. این گپادش وجود داره. ما او کمی و نقصان و کاستی را نمیگم که در بین ما از خودم گرفته تا آخر وجود داره، لیکن نعمت الله را ما باید بیان کنیم. الله پیغمبر علیه السلام میگه 3 چیز الله برش یاد کرد. برای هر دعوتگر 3 چیز ضروری است. اول الله تبارک و تعالی جای تربیه را، مرکز که نداشته باشی دعوت دکی بدی. الله کسی که جای مهیا کرده به هر عنوان، به کمک مالیش یا امطور، الله برشان خیر کثیر نصیب بکنه. چرا؟ جای است. در هر جایی که برای دعوتگرا الله زمینه را مساعد میکنه برای دعوت، الله در دنیا و آخرت کامیاب داشته باشه. دوم چیز علم ضروری است. دعوت امطور نمیشه. او مراد از علم وحی است، یعنی علم قرآن و چی؟ سنت است. الله ما و شما را مال به علم قرآن و حدیث بسازه که ما دعوت کرده بتانیم. اینطور مسائل 4 دانه قانونای صرف و نحو و منطق یاد گرفتن علم نیست، یادتان باشه. قطعا علم نیست. به قرآن و حدیث مطالعه کنید که باز لذت علم بدانی. ملاهای ما با محض تخرج از مدرسه سند گرفتن، در 4 قانون صرف و نحو کامیاب شدن، میگه ما عالم هستیم، حالان که در کل نصاب تدریسی که در مدارس میشه به ما معلوم است که علم هیچ وجود نداره و کلش فنون است، وسایل است که خوانده شده، نه قرآن خوانده شده نه حدیث. به مو قسمی که حق قرآن و حق حدیث است او رقم خوانده نشده. بعد از این به مطالعه خودت باز برات معلوم میشه که دین چی را میگه. دیگه سوم چیز که به دعوتگر ضرورت است او چی است؟ استغنای نفس. اینقدر مستغنی باش، اینقدر بی‌پروا، طمع به دست مردم نباشه که مردم مرا بیا اینطور بکنه از دستم بگیره، یا ایست که اگر من این کارا نکنم ما از بین میرم. من خو علما را میگم ای علما بیا خدمت کتاب الله و سنت رسول الله را بکنی، خود مستغنی بگیره، بری دکانداری را شروع کنی، بعد یک شغل دیگر را بکنی، خب بیا در سر منبر آزادانه بخیزی، آزادانه تقریر کنی، بگو به مردم همینطور فرمان بده که او مردم صفتان جور کنه، همینطور گفته میتونی نرواره، پایتان بچسبانه، شانیت را بچسبانه. اگر کسی انتقاد کرد بخاری شریف برش تا کن، یعنی حدیث پیغمبر است. در هر معامله همینطور کار بکن، باز کسی دستی تا بگیره، لیکن تو خدا محتاج مردم ساخته ای. هر کس میخوایی که راضی بسازی، هر کس به نماز راضی بساز، شرابخور راضی بساز، دزد راضی بساز. در این سر منبر چیزی هم گفته نمیتونی. چرا؟ اگر به نماز گپ بزنم و به نماز میره دیگه در مسجد نمیاد، اونجا سبا سودخور میره، دیگه سبا قمارباز میره، دیگه سبا دخترش که در مؤسسات کار میکنه میره که گپ برش بزنی. اینطوریش مقتدی برات نمیمونه. باز آخر مرای میکنه که اینا کلا گرفت، مناسب تون برو، باز ما کدام طرف شوم؟ بان کی در گور شوی، در کدام طرف شوی که بموری؟
حق الله را تو به واضح کو، باز الله مهربان است که انشاءالله عزت تا بکنه. خب از این صورت یک درس عظیم بر ما میسر شد. قرآن کریم به پیغمبر علیه السلام در مجموعه امور کدام حالتی که سرش تیر شده پس ابو گپا را برش یاد میکنه. شما خبر داره وجه از این چیسته؟ رهبر یک جامعه، کسی که سرپرستی یک ملت میکنه کدام نفر باشه؟ امو ملتی که اینجا خون داده، فقر تیر کرده، در جای نان کچالو خورده و مردمی که سالا آب پیدا نکرد، میوه پیدا نکرد، گوشت به چشم ندید، امو آدم پاچا باشه؟ یا کسی که در ناز و نعمت، در عیاشی و فحاشی رفت در آلمان و در روسیه و در امریکا بگوی افتاده بود، او باید از رهبری بکنه. رهبریت قرآن برات درس میگه محمد رسول الله از بین مردمی که یتیمی سرش تیر شده، از بین مردمی که ناداری سرش تیر شده، از بین مردمی که بسیار چیسته فقر و نادارگی علم سرش تیر شده، از علم شریعت این سرش تیر شده، آل پیشش بسیار قدر و قیمت داره، یک چیزیش به جای استعمال نمیکنه و سختی را قدر و قیمت میده. آلی قدری از این میشناسه که سائل چقدر قدر داره، یتیم چقدر قدر داره و آدم فقیر و بینوا چقدر قدر داره، که از درد ملت آگاه باشه. از درد ملت من یقینا براتون بگم اینقدر دردی که ازی دارم که یک وقت خاکی قبر خوردم خیلی دردم میاد. درد ازو دارم میگم که این ملت بیچاره دیگه از خاکخوری قبرا نجات داده شود. این مردم سالا به قبرها سجده کرده، بیایی که مردم دعوت بدیم به سوی سجده الله تبارک و تعالی. این مردم در کلی حاجتهای خود به قبرها رجوع کرده، بیایی که مردم دعوت بدیم به سوی کی؟ بگوی الله تبارک و تعالی. این مردم در هر سال نوروز رسوماتی که را احیا و زنده کرده، دین زردشتی و مجوسی ها را، بیایی که ما امو نشانه های سنت پیغمبر علیه السلام زنده بکنیم و یک قدم نگذاریم. ما تقریر سیدیا شاید آورده باشه، در جمعه تقریر کردیم. شما باور بکنید که چپس در این روز میفروشی سر کسی گناهگار هستی. چپس در اونجا که میبری، موترتون که کرایی نفر اونجا میبره، شما گناهگار هستی. در جا که در میله نوروز کسی میره در اینمی معامله شریک است و روز قیامت قطعامی معجوز حشرام میشه. عزت نده این روزا این دین مجوس و زردشتی ها را، این عزت نده. در سیدیام پر است اونجا کتابام انشالله آورد، در یک رساله است نوشته شده، خب رساله است، او را هم بخوانی دیگه، از این خودداری کنی. گپ در این آمد که پیغمبران رهبران جامعه باید مردمی باشه که رنج دیده باشه، تکلیف دیده باشه، مشقت کشیده باشه، که از دل مردم آگاه باشه و درد دل مردم بدانه. امون نفر بود میگه در افغانستان دو روزگان مردم از قحطی یک درو میمرد، از بدخشان اینجا دخترها را می آوردن می فروختن. میگه دختری ظاهرشاه میگفت که وی کیکو کلچم پیدا نمیشه که بخورد دیگه. او از درد او ملت چی خبر داره که نان جواری یا باقلی وجود داره یا نداره؟ از او خاطر دین بر ما امیر نشان میده که رهبر و کلانتان باید کی باشه.